دوستان و همراهان گرامی سلام، به کانال قند پارسی خوش آمدید. رسیدیم به شب 102 از داستان‌های بسیار شیرین 1001 شب شهرزاد. لطفاً همراه ما باشید. شهرزاد گفت: و اما ای ملک صاحب درایت با کفایت، در آغاز شب 102 و 19مین شب تعریف قصه ملک نعمان باید به عرض برسانم آن مراسم دستفشانی و پای کوبی و جشن و سرور 1 هفته طول کشید و روزگار بسیار خوشی بر آن جمع گذشت. از یک طرف شادی و شادمانی گرگین پاشا در کنار دخترش جیران و نوه‌های عزیزش شیرین و فرزین، و از طرفی دیگر حضور جمع ملک نعمان و ملک جیران با برزین و هلنا، و از جمله شیرین تر از همه ایام ماه عسل سلطان نجم الدین و نجلای کشمیری و انس و الفتی که بین شیرین و فرزین با شهداد پسر سلطان نجم الدین ایجاد شده بود. چون حدود 1 ماه از آن اقامت شیرین و آن پذیرایی شاهانه و آن شبهای شورانگیز و روزهای شادی بخش گذشت و همگان ضمن تشکر بسیار از گرگین پاشای مهربان دوست داشتنی اجازه مرخصی گرفتند، گرگین پاشا شبی که شب آخر اقامت مهمانان در دربار قسطنطنیه بود، جشن مجلل دیگری ترتیب داد و در پایان ضیافت شام رو به شریف زادگان عزیز خود کرد و گفت: هرچند دل کندن از شما برای من و ملکه بسیار سخت است، اما چاره ای نیست، زیرا این جدایی به ظاهر اجتناب ناپذیر است. هرچند انسانها وقتی دلهایشان نزد هم باشد گویی همیشه پیش همند، ولی حال که همه شما مرا به عنوان موسفید و بزرگتر جمع احترام گذاشته و تا به حال هم روی حرفهای من سخنی نگفته اید، اکنون هم انتظار دارم حرفهای مرا پذیرفته و به آن عمل کنید. اول روی سخنم با داماد و عزیزم ملک نعمان پادشاه سرزمین شامات و دوست عزیز و همپیمان خودم می باشد. البته من به تنهایی با برزین ولیعهد پیشین شما بسیار صحبت کردم. این که گفتم ولیعهد پیشین شما، زیرا از زمانی که برادر بزرگتر مقام خود را به برادر کوچکش واگذار کرد، دیگر ولیعهد سرزمین شامات نوه عزیزم شاهزاده فرزین است. به هر صورت از داماد عزیزم ملک نعمان خواهش دارم موافقت کند تا برزین که میان سلطنت و قدرت و علم و عشق دومی، یعنی علم و عشق را انتخاب کرده، به همراه سلطان الکس دوم و همسرش به آتن برگردد. از شما پنهان و پوشیده نیست که دانش و حکمت نعمت است و سلطنت و مکنت همواره همراه با دردسر و حرمان و محنت، و اگر به 3 سلطان بزرگوار ملک نعمان و سلطان الکس و نجم الدین پادشاه بر نخورد، گاهی هم نکبت. پس خوش به حال برزین که بار سنگین ولایت عهدی را با زیرکی و دانایی خود بر دوش‌های کوچک فرزین کوچولو نهاد و از فردا به دنبال خواسته دل خود می رود. سفر فردایتان خوش. سلطان الکس، شاهزاده خانم هلنا و ای عاشق حکمت و فلسفه و هلنا، با هم سفرتان خوش. میدانم حرف برزین عزیز هم چنین است: من برانم که ره عشق تو گیرم در پیش، گر بدانم که 200 قافله دارد در پس. پس گرگین پاشا ادامه داد: و اما دخترم جیران، شاهزاده دربار قسطنطنیه و ملکه دربار دمشقی، همه ما میدانیم که تو مادر واقعی شیرین هستی، این قبول، اما کدام دختری تا آخر نزد مادرش مانده که شیرین در کنار تو بماند؟ اگر بخواهی همیشه شیرین را در نزد خودت نگه داری که چند سال دیگر خواستگاران پاشنه دروازه سلطانی قصر دمشق را از جا در میآورند. فرض میکنیم چند سالی هم بتوانی شیرین چون جان شیرینت را نزد خود نگاه داری، اما بعد از آن چند سال کجا میتوانی دامادی برازنده تر و شایسته تر از شاهزاده شهداد یمنی پسر سلطان نجم الدین عزیز ما پیدا کنی؟ گذشته از آن چگونه دلت راضی می شود ملک نجلا که اگر بیشتر از تو شیرین و فرزین را دوست نداشته، یقینا کمتر دوست نخواهد داشت. هر دو عزیز کرده اش را برای تو بگذارد و دست خالی برود. البته ملک نجلای ما هم در این میان ضرر نکرده. اگر شاهزاده فرزین را به تو پس داده، خداوند در عوض شاهزاده شهداد را به او داده است. ان شاء الله چند سال دیگر هم همه با هم به یمن می رویم و جشن عروسی مفصلی برای شهداد و شیرین برپا می کنیم.
جالبان که در آن جشن مادر عروس و مادر داماد هر دو یکی است، هرچند که عروس و داماد خواهر و برادر نیستند و نباید هم باشند. خب سفر شما 4 شاخه گل و 2 زوج سعادتمند که 2 تایتان چندی پیش دل به هم دادید و 2 دیگر دل داده تر میمانید تا روز وصل برسد به خیر و خوشی. و این 2 بیت هم بدرقه راه شما 4 شاخه گل باد. عشقی است مرا در سر و آن هم به هوایت، جانی است مرا در تن و آن هم به فدایت. خواهم که قدم بر سر چشمم نهی، اما ترسم شود آزرده مژگان کف پایت. آنگاه گرگین پاشا باز هم رو به ملک نعمان کرد و گفت: نور چشم و دختر من، بی آنکه من بدانم دست روزگار او را با تو به دربار تو آورد و اکنون هم ملکه دربار و مادر ولیعهد توست. در مرتبه اول وی را خدا آورد و دست تو سپرد و این بار من امپراتور سرزمین روم و بنده خدا او را دست تو می سپارم. بدان تا زنده هستم حامی و متحد تو و هم پیمان تو خواهم بود، زیرا که تنها فرزندم یعنی جیران دلبندم که پیمان زناشویی با تو بست باعث شد که اکنون یک دست اتحادم در دست تو باشد و دست دیگرم در دست سلطان آلکس دوم پادشاه سرزمین یونان و دلم هم پیش سلطان نجم الدین، که تا من زنده ام به طور قطع و یقین بین یونان تا روم شرقی، از روم شرقی تا شام، از شام تا یمن و باز از یمن تا یونان یک جاده صلح و آشتی پر از گل و ریحان خواهد بود. و جالب تر از همه موضوعها این مورد است که ملک نعمان عزیز ما شاید تنها پادشاهی در طول تاریخ باشد که هم از دربار یمن در گذشته دختر به زنی گرفته است و هم به دربار یمن در آینده دختر به زنی می‌دهد، که اول مادر برزین این عاشق فلسفه و حکمت را گرفت و اکنون شیرین دختر جیران نور چشم گرگین پاشا را می‌دهد. چه بدبستان جالبی! و اما این چند بیت در پایان این شب بی‌نظیر تاریخی و در این لحظه‌های سرخوش عاشقانه که زبان دل من است، با شب بخیر و سفر خوشی که برایتان آرزو دارم تقدیم یکایک شما باد. ای روزه رضوان مرو مرو، ای پرتو یزدان مرو مرو، هر دم ز دلم عشق می دود، در هر رگ و شریان مرو مرو. با من مپسندا شبی بلا، با موی پریشان مرو مرا، یعقوب صفت ناله می کنم، ای یوسف کنعان مرو مرو. و اما ای سلطان مقتدر با حشمت و جاه و شهرزاد قصه گو را حامی و پشت و پناه، در پایان آن مجلس مهمانی و بعد از آنکه گرگین پاشا امپراتور روم شرقی شب خوش و سفر به خیری به مهمانان خود گفت، به خوابگاه رفت و صبح روز بعد هم بدرقه ای رسمی و مجلل در دربار قسطنطنیه انجام شد. سلطان آلکس دوم و شاهزاده هلنا و سردار برزین به سوی یونان، سلطان نجم الدین و ملک نجلا و شیرین و شهداد به طرف سرزمین یمن و ملک نعمان و ملک جیران به جانب دمشق حرکت کردند. وقتی همه رفتند، گرگین پاشا اشک چشمان خود را پاک کرد و زیر لب گفت: نمیدانم آیا زنده خواهم بود که باز هم این عزیزان را ببینم. نمیدانم آیا چرخ روزگار آنگونه خواهد چرخید که تا این پیمان اتحاد که دیشب بین 4 مملکت روم شرقی و یونان و یمن و شام بسته شد مدتها برقرار باشد. و اما ای همسر قدرتمند شهرزاد قصه گو، چون ما نمیتوانیم در آن واحد همراه 3 کاروان عازم یونان و یمن و شام باشیم و از آنجا که نام داستان تقدیمی من به سلطان والاتبار خیش ملک نعمان است، پس اجازه خواهند فرمود که ابتدا قافله پرشوکت ملک نعمان و ملک جیران و فرزین ولیعهد 7 ساله شده را دنبال کنیم. ملک نعمان با آنکه سریر وزیر آن دانشمند با خرد را جلوتر به دمشق فرستاده بود، اما عجیب دلش شور میزد و نگران اوضاع مملکتش بود. چندین بار هم به ملک جیران گفته بود: من از حکام سرزمین‌های شمالی خیالم راحت نیست که آنها هم مردمانی وحشی و هم زخم شمشیر برزین خورده اند. باری
ملک نعمان و جیران و فرزین رفتند تا روزی نزدیک غروب آفتاب از پشت تپه‌ای کنار مسیر کاروان سلطنتی صدایی به گوش کاروانیان از جمله جیران و ملک نعمان رسید که صدا از آن پیرزنی بود که نالان می‌گفت: ای صاحب من، بهر خدا رحم کن، مرا نکش. مگر هر بدو کنیز که پیر شد باید او را کشت. بهر خدا مرا همینجا رها کن و برو. که صدای نخراشیده و خشنی گفت: تو دیگر پیر شده ای، کسی که تو را از من نمیخرد. من هم نان مفت ندارم بدهم تو بخوری، پس باید تو را بکشم. پیرزن ناله کنان اضافه کرد: آخر بی‌رحم، چرا بکشی؟ رهایم کن. که با شنیدن آن ناله ها و استغاثه ها ملک نعمان دستور داد کاروان بایستد و به حاجب همراه خود گفت: بروید ببینید این صدا از کجاست، آنها را نزد ما بیاورید. بعد از مدتی مردی کریه المنظر و پیرزنی گیس سفید و خمید قد ظاهر شدند. پیرزن تا چشمش به کاروان و کاروانیان افتاد خود را از دست آن مرد رها کرد و بدو خودش را به کجاوه ملک نعمان رسانید و گفت: والا تبار، بهر خدا مرا از دست صاحبم که به دلیل پیری می‌خواهد مرا بکشد نجات دهید. ملک نعمان به آن مرد به قول کنیز صاحب گفت: می‌دانی تا اکنون در کدام سرزمین هستی؟ که مرد پاسخ داد: باید در ملک شام باشم. ملک نعمان هم گفت: همینطور است و ادامه داد: من هم سلطان این ملک و مملکتم، پس به تو فرمان می‌دهم که این پیرزن بیچاره را رها کنی. مرد به خاک افتاد و با ظاهری گریان گفت: اطاعت ای شهریار. ملک نعمان هم رو به حاجب همراه خود کرد و اظهار داشت: 10 سکه به این احمق بدهید و به او بگویید که اگر بار دیگر ریخت نحسش را ببینم دستور میدهم گردنش را بزنند. ضمناً این پیرزن را همراه خود بیاورید. او از امروز جز خدمه دربار دمشق است. و اما ای سلطان با اعتبار، قافله سلطنتی مقداری که رفت در گوشه سبز امن و پردرختی که کنار چشمه آبی هم بود توقف کرد. حاجب همراه نزد ملک نعمان آمد و گفت: سلطان، کنیز پیر با اصرار اجازه شرفیابی می‌خواهد. می‌گوید برای چند دقیقه هم که شده حضور سلطان و ملکه مکرم ببرید. ملکه جیران به شوهرش گفت: چه ایرادی دارد، اجازه بده بیاید، شاید حرفی برای گفتن داشته باشد. بالاخره پیرزن گیس سفید به خیمه برپا شده برای پادشاه و ملکه آمد و زمین ادب بوسید و عرض کرد: درست است که پیر شده ام و قدرت کار کردن ندارم، اما برای اینکه بتوانم زیر سایه سلطان در دربار زندگی کنم و خجالت هم نکشم عرض می کنم که من کنیز قصه های بسیار به یاد دارم. اگر اجازه فرمایید شبها در محضر شاهزاده ولیعهد شرف حضور داشته باشم و برای ایشان قصه بگویم تا خوابشان ببرد. ملک جیران رو به فرزین که در کنارش نشسته بود کرد و از او پرسید: مادر جان، دوست داری ایشان جای مادر بزرگ برایت قصه بگوید؟ فرزین خنده کنان گفت: مامان جیران بگو همین الان تعریف کند. و ملکه هم گفت: فعلا یکی از آن قصه هایی را که میگویی در خاطر داری برای ولیعهد ما در حضور سلطان و من تعریف کن. پیرزن گیس سفید با آب و تاب تمام داستانی را شروع به تعریف کرد که هنوز چند دقیقه نگذشته بود که فرزین به خواب رفت. ملک نعمان 2 دست بر هم کوبید. حاجب همراه وارد شد و تعظیم کرد و ایستاد و پادشاه گفت: از این پیرزن خوب مراقبت و نگهداری کنید. بد نیست اگر گاهی شبها بیاید و برای ولیعهد ما قصه بگوید. چون حاجب همراه و پیرزن گیس سفید از خیمه خارج شدند، ملک جیران دوباره حاجب را صدا زد و گفت: از این زن بپرسید قبلا کجا بوده و نزد چه کسی خدمت می‌کرده است. رفتار و ادبش نشان آن دارد که مدتی در درباری کنیزی کرده باشد. دیدم خیلی آدابدان و چرب زبان است. حاجب رفت و بعد از مدتی با اجازه به خیمه وارد شد و عرض کرد: کنیز گیس سفید میگوید در دوران جوانیم مدتی در دربار امیر کارتاژ خدمت کرده و این آداب را در آنجا آموخته‌ام. در این موقع ملک نعمان رو به جیران کرد و خنده کنان گفت: نکند این کنیز کارتاژی هم مثل تو دختر امیری باشد که آخرش شاهزاده و دختر امپراتور گرگین پاشا از آب در آمدی. که ملک و ملکه باز هم هر دو خندیدند.
چون قافله به دمشق رسید و پادشاه و ملکه وارد دربار شدند و بعد از مدتها دوری در قصر خود جای گرفتند، در کنار سرای مخصوص ولیعهد اتاقی را در اختیار پیرزن گیسفید گذاشتند که شبها برای فرزین ولیعهد قصه بگوید. یک روز صبح که سریر وزیر حضور ملک نعمان شرفیاب شد، اجازه گرفت و گفت: نمیدانم چرا من از این پیرزن گیسفید خوشم نیامده. ملک نعمان با خنده گفت: من میدانم چرا، چون پیر است و چروکیده و گیسفید. اگر جوان بود و در صورتی چون برگ گل داشت و گیسویی گلابتون، آیا باز هم سریر وزیر ما این حرف را میزد؟ اینجا بود که شهرزاد متوجه شد سلطان شهرباز به خواب رفته، لذا لب فرو بست و تعریف بقیه داستان را برای شب بعد گذاشت. دوستان، رسیدیم به پایان شب 102 از حکایت‌های بسیار شیرین 1001 شب. برای حمایت از ما لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و به دوستان خود نیز معرفی نمایید. به امید دیدار.